نام دوست با وفای پیامبر چه بود؟ حضرت موسی. حضرت محمد صلی الله علیه محمد. چه بود؟ نام دوست با وفای پیامبر. حضرت فاطمه. اولش ب داره. حضرت ب. الان گفتی بلال. حضرت بلال. چرا اعصابت خورده؟ خسته شدم دیگه، از بس بابام جمونگ نگاه میکنه دیگه، میدونم کدوم کوچه بویا نمک میفروشن. وقتی میپرسن تو و رفیق قدیمیت هنوز در ارتباطین، واکنش من: ما با همیم حاجی، ما با همیم، ما هیچ چیزی نمیتونم ما رو جدا کنه از هم دیگه. تازه من وضعم خوب بشه میخوام یه قبر 2 طبقه بخرم که بعد از مرگ